سلام. امروز سلام. 29 اکتبر. بعد از یکیش 5 داشت. باشه. فعلا پودر کیک میشه درارین شما بذاریم کنار. بله. سونیا چیکار داری میکنی مامان جان؟ داریم کیک درست میکنیم. چه کیکی؟ کیک چیه؟ همون که عکسش روشه خودت گفتی. کیک چیه؟ پاپکن. چه موادی توش داره سونیا؟ چیه؟ توکمو دوگن و نکشیه؟ آب. با خود همین این پودر. با این پول. بله. چند تا تخم مرغ بار دیگه بشمار از پشتش؟ 1 2 3. پس میشه تخم مرغ رو به من بدی بذارم کنار. بله. بشمار بده. 1 مرسی. 2 مرسی. 3. مرسی. عالی. خب حالا نوبت چیه؟ روغن. ولی 3 تا تخم مرغ استفاده نمی کنیم چون فقط میخوایم 1/3 اینو بریزیم. فقط 1 تخم مرغ استفاده میکنیم باشه؟ 1/3 همه چی رو 1/3 میکنیم. فکر کنم بهتر باشه اینطور. Good idea. Good. نمیخوام بجام. نه اون بشکنیم تو اونا. بده بشکنم این. ببین اینو میشکنیم میدم به تو هم بزنی. خب باشه. حاضری؟ 1 2 پشت. یاو. سونیا امروز چه روزیه؟ ما شما نمو. شنبه است یعنی مامان. چند شنبه چه اتفاقاتی قرار بیفته؟ مثلا تولد بیبیه. آره گود پوینت. امروز 29 اکتبره. بیبیمون چند وقتش میشه؟ بیا ببینم که همش بزنی و من خود همزن رو بیارم. بیا با احتیاط هم بزن که زردش و سفیدش پاک میشن. آره. تا من برات آب و روغن بیارم. آب از اینجا میاریم. سونیا هالووین چیکار میخوای بکنی؟ یکم کیک درست کنیم. پاپکن با مام خوشم درست کنیم. بعد میخوام بریم توی اشتها با من گردی با شما با بابا. شما آیسیلا مامان گردی با آیسیلا با بابای گردی. این بابای گردی با بابای من میخواد شاید بده من و گردی میخوام 2 تا ایار باشیم. چه جاله. بیبی چی؟ سباستین. خواهر گبی چی؟ خواهرش همین آیا ولی هم میزنی؟ بچه من باهاتون خدافزی کنم. خدافز مامان مرسی که گرفتی ازمون. من میفهمم. سونیا بیبی کجاست؟ بیبی ما کجاست الان؟ میخوابه. اشی و بیتا کجان؟ اشیا بیتا کجان؟ اشیا بیتا رفتن اسپکتروم. اسپکتروم. از اینجاش بریز از اینجاش. دستی به پایین تر. فعلا بای بای.